дуруд дӯстони азиз, ташаккури зиёд. Умедворам тансиҳату солиму хуб ҳастед. Миннатдор. бовар кунед, ҳар як комментаре ки шумо навистед барои ман як қувват бахшид, як рӯҳия бахшид. Миннатдорам ки маро дуруст дарк кардед. Дурустай гапи шумо. ман иншоаллоҳ худо қувват додагӣ бошад, шарманда накунад, идома медиҳам. کوریرو که به نقشه گرفتگی هستم، اول و آخر خدا با محبت شما پیشش میبرم. منتدار هستم. منتدار هستم که من درست میفهمید، درست درک میکنید. از یکی شما سپاس. باور کنید من همه کامنتاری نوشتگی شما را خوندم. بعد از مراجعت کردگیم همش خوندم. در آنجا سخنهای شما بهترین ها بودن. لیکن اسپی نکردم با همه شما جواب گم. انا در همین جا جواب میگم تشکر. منتدار هستم. یعنی من نه، ما. وقتی که ما میگیم یعنی که همه کسا پیش میرویم. سپاس زیاد. در اونجا شما اثبات کردید که حقیقتا در همین فیلم همراه من قدم میمونید. منتدار هستم. قدم شما بالای دیده من است. باز تکرار میکنم، نفرهایی که چیز گفتن من از شما خفه نیستم. این گپا گفتم، باز تکرار میکنم که هر کس در دنیای خودش زندگی میکند. چی سخن گفتین بگذار سخن شما باشد. یک چیز دیگه یادرس شما کردنی هستم که فیلم های ترکی درست. فیلم های ترکی خوب هستن، بد نیستن، درست. من این چیزا پنهان کردن نمیتونم. لیکن باوری دارم فیلم های تاجیکی هم روز روز بهتر میشوند، خوبتر میشوند، سوستر میشوند. تاجیکستان مهر تو در سینه‌اش جا کرده است. ای که بیرون می روی این آشیان را گم مکن. یعنی اگر مهر و محبت شما باشد فیلم های تاجیکی نیز ترقی میکنند. از این خاطر خواهش میکنم که فکرتون رو نویسه که من باز چگونه کنم همین فیلم را. فکر شما برای من مهم است، گرچند که فکر من در شما مهم نیست، لیکن فکر شما برای من مهم است. و یک خواهر و یک اپای عزیز در من زنگ زده خواهش کردن که برای من یک زن در کار است. در هر دوش عموما زن در کار است. زنی باشد که زنی خوب باشد. تا زمانی هستم در نزد بازار میرگان، دیگری در 7 کیلومتر در خونم بیسم جوش میکنم. آدمگری خوب داشته باشد، بیاید همراه هم زندگی کند. دختر نگفتن، زنها گفتن. یعنی که زنهایی که در حقیقت مشکلاتی کیوارتیرا دارن، اجاره نشستن دارن، می توانید در واتساپ من انم رقم ادمین گذاشته میشه، در همون نویسید تا اینه که من شما خطی کار کنم و شما رو با همون خانه‌دار رسونم. لیکن خواهش گپی آنها رو در زمین زدن در کار نیست. زنهای در کارن که هویت انسانگری داشته باشند. از این خاطر آن همون نفری به ما زنگ زند که در حقیقت مشکلات دارد تا اینه که خداوند مشکلاتش رو حل کند. بار دیگر تکرار میکنم، منتدار از شما. قدم شما بالای دیده من. خداوند هیچگاه دست کم، چشم نم، روزگار غم رو نصیبتون رو نکند. خداوند نگهبان شما باشد. خودتون رو حفظ کنید.